مصیبت بالای مصیبت. یگانه نانآور این خانواده شهباز شریف بیگ را 5 سال زندانی کردند با گناه افراطگرایی. حکم دادگاه 19 ینور صادر شده است و ماه مارس شهباز را برای ادای جزا به زندان خوجند فرستادند. از دست نزدیکانش بجز التجا دیگر چیزی نمی آید. بچه ما بیگناه اندر آمدن که لاتو کوب کردن، عصبانی شد. کمپیر 83 ساله را که زدن لاتو کوب کردن، عصبانی شد. همی سیون کار کرده. این یگان کاری بد نبود. من از جناب ولی خواهش دارم که سر یتیما را دستمال میکنه، همیرم دستگیری کنه برورشه. این خانواده دوام 6 ماه بارها به دستگاه اجرایی پرزیدنت و دیگر اداره‌های دولتی مراجعت کرده است. درخواستشان این است که شهباز را آزاد کنند و کسانی که این پیرزن را لطوکوب کردند جزا گیرند. هر دو درخواست بی نتیجه مانده است. از حکم دادگاه هم به جای شکایت نبردند. کجا کنم شکایت آخه دیگه؟ پول در کار به پول کجا برم؟ نمیشه هر چه بردیم نمیشه. خدمتی امو چیزی لناباد بردگیان، ایش ترمای لناباد بردیان. من راه پولی ندارم، بچه برم خبرشون بگیرم. نرم خیلی امازون اومده گویم در خانه چی ندارم، چیکار کنم؟ کجا برم؟ اومدیم اینمی کمپیره که 2021 سیون کرد شهری وعده اومدیم لطوکوب. شهباز شریف بیگ ماه اکتبر سال 2023 بعد پخش این نوار بازداشت شد. او در این نوار از شیوه جلب برادرش به ارتش و لطوکوب بیبی و خاله‌اش ناراضگی کرد. با وجود واکنش‌های زیاد مقامات قضیه را شرح ندادند. در دادگاه شهری وحدت از رادیوی آزادی نامه رسمی طلب کردند. خانواده شهباز شریف بیگ در دهه عادلی جماعت رامت شهری وحدت زندگی می‌کنند. خانواده قشاقی هستند و حالا در این خانه نیمه ویرانه این زن با مادر پیرانسالش تنها مانده است. مادر پیرانسال این زن یک مرتبه قصد خودکشی کرده است. یکی دیدم که علاوه ولنگش دویدم که علاوه وای کردم بعد از اون کرتا رئیسری کامبیر چپا کردم. ساعتی 12 شب کرتا رئیسری چپا کردم. گفتم چوی کارا کردی؟ گفتم کی بگو کی هیچی گو امی خیلی. سالهای اخیر در تاجیکستان افراد زیاده برای تنقید حکومت یا رئیس جمهور به اصطلاح خائن عنوان میگیرند و بازداشت و زندانی میشوند. حامیان حقوق میگویند سال تا سال تحمل تنقید در بین مقامات کمتر و مجازات منتقدان سخت‌تر شده است.